مایه هم روغن است که 4 قاشق روغن گرفتیم. خمیر مایه و نمک و بوره را اضافه کردم. برای 5 دقیقه میمونیم که میکس شود خالی. خب حالا اضافه میکنیم اول گرم میشه اون وقت حالا میرال اضافه میکنیم کم کم. خب ببینیم خمیر کاملا یعنی تر شده دیگه، هیچ آردش باقی نمونده. اینا اضافه میکنیم در دور برزی روغنش. این روغن در دورش انداختیم. حالا دوباره اینو میکس میکنیم. خب خمیر یک دست شد. خب دوستان خمیر ما یک دست شد. حالا میمونیم که برسه. اون رو زیبلاک دروش میگیرم با کمپل میپیچونم چون هوا کم سرد است. دیگه تا وقتی که رسید بزنه و شما هستیم. اینا خمیر ما رسید. حالا میخوام که زغال کنم. خب حالا خمیر امروز از این وسیله که در دست داشتم سه تقسیم کردم. اینا رو زغال میکنم. اینا زغال شد تا یک چیز ازش بندازم. یک اسمال پاکه که زغالا برای پنجره خمیر میارم که بندازه خودم واکر. خمیر ما به شکل درست شد. داروش شیر میدانیم.